ساکنان دهه ادیری جماعت دهاتی به نام جلالرحمان شهری ترسونزاده اقدامی منفرش نمودن راه را ادامه داده تصمیم گرفتند که 1 کیلومتر راه دهه‌شان را با صفت بلند اسفالت پوش نمایند. ساکنان در همبستگی با رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جماعت دهات برای با صفت بلند منفرش نمودن راه دهه‌شان کاربری نموده ایستادند. من Toshquvvat va Muhabbatxon bo'laman. Men shu mahallamizda tug'ilib, men shu 60 yoshga kiryapman. Xalqimiz, butun xalqimiz bilan pul yig'ib, Moskvadan pul jo'natishdi. Yigitlarimiz, farzandlarimiz, butun xalq bolalari o'shani hammasini bitta qilib, mana shu 1 kilometrdan oshiq joyga biz asfalt yotqizyapmiz. باید تذکر داد که سال روان بیش از 60 کیلومتر راه نقل شهر ترسونزاده اسفالت پوش گردید که در این مسیر سهم ساکنان محلی بیشتر است. این همه کارهای آبادانی و سازندگی در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها جهت سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی گردیده برای رشد محل روانه شده است. در حدود جماعت دهاتی به نام جلالرحمان شهر ترسونزاده تنها در 1 ماه آخر 7 کیلومتر راه ماشینگرد اسفالت پوش شدند. در انجام این تدبیرها آبادانی ساکنان محل، صاحبکاران، واجگی‌های دهقانی و حکومت شهر سهم گذاشتند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مسئله رشد دهات منتظم توجه نیک ظاهر می‌نمایند. از همین جاست که همه ساله در دهات کشور انفراستراکچور مختلف اقتصادی و اجتماعی بنیاد می‌گردد. این دستور هدایت‌های رهبر دولت در شهر ترسونزاده نیز عملاً تطبیق گردیده برای بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان چاره‌جویی کرده می‌شود. ساکنان دهه ادیر جماعت دهاتی به نام جلالرحمان شهر ترسونزاده اقدام اسفالت پوش نمودن راه را ادامه می‌دهند.